سلام ادریس. چه حال داری؟ اومدی؟ گذر. چی به تبعت خیره؟ چی شد؟ نپرس دوستم. پدر مادر میگویند امسال توی. اما چی اما؟ یگان مشکلی داری؟ میدانی فریس، دختری صالحه نمانده است که بزنی ایران. میدانی ادریس، دختران صالحه بسیارند، اما دختران صالحه مال جوانان صالح، نه مال تو. یک بار فکر کن تا امروز چند دختر را بیراهه کردی، باز امروز دختر صالحه میکوبی. از خودت شرم دار. دختران از مادر فاحشه تولد نمیشوند، به همش خودی ما مردها گناهکاریم. برادرم، فکری آینده‌ات را بکن.